بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز در جلسه دوم یا عبارتی قسمت دوم از داستان ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها هستیم. اگه بیاتون باشه اونجا رسیدیم که خدیجه و وقتی که این کالاها رو آورد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، این سود و این بالاخره اموال و کالاهایی که تجارت کرده بودن، مبادلات کالایی که صورت گرفته بود، همه جا پیچیده بود، از جمله خدیجه رضی الله عنها خیلی، چون تا به حال چنین سودی نکرده بودش. در هر صورت در این مسیر مکه که وقتی می اومدن، میسره تعریف میکنه، میگه واسه خدیجه که من از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، از محمد، البته ایشون هنوز پیامبری برگزیده نشده، سنشون 25 ساله، اخلاق خیلی خوبی دیدم، رفتار خیلی خوبی در این سفر دیدم، حسن معاشرت بود، امانتداری ایشون خیلی زیاد بود، در این مسیر کالای تجاری میبردن. خوب دقت کنید، این نکته هم مهمه برای کسانی که برای تجار، بازرگانان یا در شرکت ها و ادارات کار میکنن. ببینید رفتار درست، کار درست، امانتداری، صداقت، حسن اخلاق نه تنها به خودشون سود میرسونه، شرایط خودشون بهتر میکنه، بلکه اون کسی که دارن براش کار میکنن اون هم خوشحال میشه، اون هم راضی میشه، بالاخره عطایای بیشتری میده. و همینجوری اشاره کرد که شگفتی هایی رو از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دیده که با چشم خودش دیده، حالاتی رو که حالاتی کاملا شگفت انگیز و خارق العاده بوده و اینها خب براش خیلی عجیب بود و اینها رو تعریف کرد برای خدیجه رضی الله عنها. خدیجه وقتی که اینها رو شنیدین، امانتداری و این صداقتی رو که این داره تعریف میکنه و این برکت و این سودی رو، این خیر و رحمتی رو که داشت تعریف میکرد، فهمید که خداوند متعال الله رب العالمین یک کرامتی رو نصیب ایشون کرد و ایشون با خودش گفتش که خب یک چنین جوانی دارای چنین کرامات اخلاقی، داری چنین رفتارهای امینی، حیف نیست که من اون رو ازش خواستگاری نکنم. این هم یه نکته هست. وقتی که یک فردی رو میبینه، یک خانواده‌ای که جوان خوب و پاک مؤمنی هست، نگاه به ثروت و دارایی اون نکنه، نگاه به اسم و عنوان اون نکنه، میبینه این امین، خوش اخلاق، خوش رفتار، پاک دامن، اهل ایمانه، این میتونه براش داماد خوبی باشه، خودش باید اقدام بکنه، فرصت ها رو نباید از دست داد. میدونید فرصت ها رو باید غنیمت شمرد تا خانواده ها بدونن چی کار میخوان بکنن. در هر صورت نکته‌ای که اونجا وجود داشت در اون زمان، خب خدیجه زن ثروتمندی بود، دارای سجایای اخلاقی و رفتارهای مناسب و شرایط موقعیت اجتماعی خاصی بود که همه بزرگان قریش دوست داشتن که خدیجه همسرشون بشه، هم موقعیت خانوادگی، هم ثروت، موقعیت اجتماعی، هم ذکاوت و هم خیلی موارد دیگه. اما ام المؤمنین خدیجه تصمیم گرفت که از محمد صلی الله علیه و سلم خواستگاری بکنه، شرایط فراهم بکنه به اون طریقی که میدونه. خوب دقت نگاه کنید چیه. این بود که ایشون با دوست خودش نفیسه بنت منیه صحبت کرد و گفتش که برو پیش پیامبر ببین نظر، برو پیش محمد صلی الله علیه و سلم، ایشون هنوز اون موقع پیامبر نیستن، برو ببین نظرش چیه. نفیسه اومد پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. خب پیش الان دیگه ایشون از ما پیامبر رو داریم قصه رو نقل می‌کنیم، اومد پیش محمد صلی الله علیه و سلم و باهاش صحبت کرد که خب تو نمیخوای ازدواج بکنی؟ پیامبر گفت خب من چیزی ندارم. خب نگاه کن، خیلی شرایط خوبی اگه تو بتونی با خدیجه ازدواج بکنی، هم زن خوبیه، هم پاک دامنه، هم خوش اخلاقه، خوش رفتار، تاجر، ثروتمند، دارای موقعیت و مکانت خانوادگی اینها هست. بعد گفتش که خب آخه من نمیدونم چیکار بکنم. گفت چه چیزی سبب میشه که تو نمیخوای ازدواج بکنی؟ گفت خب ببینی که من چیزی ندارم که بخوام ازدواج بکنم. گفت نگاه بکن، تو زیبایی داری، تو خیلی امکانات خوبی، اخلاق، رفتارهای دیگه داری و اینها همه چیزهاییه که میتونه سبب بشه که تو بخوای اون ازدواج بکنی باهاش. گفت طوری البته بحث خدیجه رو اول مطرح نکرد، بعد گفت خب برای چه کسی؟ گفت خدیجه زنی که هم ثروت داره، هم فلان داره، هم شرایط اخلاقی، اجتماعی، خانوادگی. و گفت خب چیکار؟ گفت من واسطه این ازدواجتون میشم. خب نگاه کنید، ام خدیجه نفیسه رو فرستاده و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم زمینه رو آماده کرده. گفت خب اگر اینجوریه، گفت من این کار انجام میدم. پیامبر خدا گفتم خب بسیار خوب. این بود که نفیسه اومد پیش ام المؤمنین خدیجه و خبر را آورد که بله من در مأموریتی که داشتم موفق شدم و محمد صلی الله علیه و سلم هم راضی هست با ازدواج با شما. این بود که ام المؤمنین خدیجه به نزد دایی خودش، به نزد عموی خودش عمرو بن اسد فرستاد که آماده بشن که ایشون رو به عقد پیامبر در بیاره، چون پدر خودش مرده بود محمد. این بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به خونه خدیجه اومد با
خانواده عبدالمطلب که بالاخره خانواده خودش بودن که در جلوی این خانواده حمزه رضی الله عنه سید الشهدا هست، عموش از ابو طالب هست و بالاخره اونها اومدن همه به خواستگاری برای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از خدیجه و خب پسر عموی خدیجه هم ورقه ابن نوفل هم اونجا بود که ابو طالب بلند شد صحبتی کرد و خواستگاری کرد و بالاخره مواردی رو ذکر کرد در خواستگاری وقتی که مثلا مطرح میشه شرایطی که هست. بعد اشاره هم کرد شکر خدا که ما از فرزندان ابراهیم هستیم و از فرزندان اسماعیل هستیم، چون نگاه گفتیم که اینها که میدونستن که از اون نسل هستن اما دچار انحراف و شرک شده بودن متاسفانه و خداوند به ما کمک کرده که ما نگهبانی خانه و کلیدداری خانه کعبه با ما باشه و این حرم امن خدا و فلان تحت مثلا حمایت ما باشه و تحت خدمت ما باشه و این پسر برادر محمد بن عبدالله میخواد ازدواج کنه. خودتون هم میدونید که بالاخره در بین قریشیان امروز کسی در شرافت و نجابت و اخلاق و فلان واقعا به محمد نمیرسه و شما نسبت فامیلی رو هم میدونید. نگاه کنید این کلمات میخوام بگم تو دارم تکرار میکنم، ببینید نحوه خواستگاری چجوریه وقتی کسی میخواد کسی رو از کسی خواستگاری بکنه. ایشون هم به خدیجه علاقمنده، خدیجه هم نسبت به ایشون علاقمنده و هر چقدر هم شما بخواید بالاخره ما مهر تعیین میکنیم. اینجا بود که عمرو بن اسد عموی ام المؤمنین خدیجه که پیرمرد بزرگ سالی بود قبول کرد و گفتش که نگاه کنید محمد کسی نیستش که کسی بخواد دستش بده. خوب دقت بکنید نکته خیلی مهمیه. یک اصطلاح ضرب المثل عربی هست هو الفحل لا یقده انفه. در مورد شتران بعضی از شترها هست که این شترها به درد مثلا نسل نمیخورن، اینها رو مثلا بینیشون میبندن کنترل میکنن. میخواد بگه که اینجا محمد صلی الله علیه و آله از اون کسانی نیست که با بخوایم به راحتی ازش بگذریم. خب فرصتیه که ما هم ایشون رو میپذیریم. اینجا بود که پیامبر خدا پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم با ام المؤمنین خدیجه ازدواج کردن و بالاخره به مقداری اونجا میگه استقا 20 بکرای مقداری بالاخره صداق دادند و شطوری و بالاخره مردم رو غذا دادن و بالاخره شعرا هم آوردن در ارتباط با ازدواج پیامبر متواردی در تاریخ نقل شده. در اون زمان سن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نقل میشه 25 ساله و سن ام المؤمنین خدیجه 40 سال هست، یعنی یک زن 40 ساله کاملا پخته و جا افتاده و پیامبر هم یک جوان 25 ساله و رشید و توانمند. نکته‌ای که وجود داره این ازدواج مبارک و سرشار از خیر یک ازدواجی است که خودش بنیانگذار یک پایه‌های اساسی یک دعوت و یک حرکت هست، چرا که ام المؤمنین خدیجه نه تنها یک همسر وفادار برای شوهرش محمد صلی الله علیه و سلم هست، بلکه مادری دلسوز برای فرزندان خودش هست و صحابیه‌ای مهربان و وفادار و حامی در کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. و این ازدواج سراسر خیر و برکت بالاخره سبب شد که این خانواده الهی و آسمانی شکل بگیرن. حدود تقریبا این سالهای زیادی اینها با در آرامش زندگی کردن. یه چیزی رو شاید شما در نظر بگیرید حدود 14-15 سال رو در راه بالاخره زندگی آسایش و راحتی رو داشتن که هم در تاریخ نقل میکنه که از وفاداری خدیجه نسبت به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، هم پیامبر خدا نسبت به خدیجه و وقتی حتی خدیجه غلامی داره به نام زید ابن حارثه، وقتی میبینه پیامبر نسبت به زید ابن حارثه علاقه و محبت داره این رو میبخشه به پیامبر، میگه این مال تو. و از اون طرف مثلا در همون شرایطی که پیش اومد بالاخره قحطی و گرسنگی پیش اومد، شرایط اقتصادی ابو طالب قرار شد، خب خدیجه رضی الله عنها به پیشنهاد پیامبر علی ابن ابی طالب رضی الله عنه رو خدیجه رضی الله عنها منظرت میخوام علی ابن ابی طالب رضی الله عنه رو که پسر نوجوانی هست یا به قول معروف پسر بچه کوچکی رو هست که به خاطر اینکه فشاری به خانواده ابو طالب نیاد پذیرفت و مثل مادر از این محبت کرد و از این نگهداری کرد و با تمام محبت و علاقه سعی کرد این رو کنار فرزندان خودش بزرگ کنه و چنان بهشون محبت میکرد به حضرت علی که دیگه میگم واقعا زبان زد بود و این مسئله خیلی مهم بود. نکته‌ای که وجود داره ام المؤمنین خدیجه 4 دختر برای پیامبر به دنیا آوردن: زینب، رقیه، فاطمه و ام کلثوم. زینب، رقیه، فاطمه و ام کلثوم که اینا قبل از نبوت به دنیا اومدن و در زمان اسلام هم که اسلام پیامبر مبعوث شده بود عبدالله رو برای ایشون به دنیا آوردن
که این گفتن که این جوان رو به خاطر اینکه بالاخره در اسلام دنیا آمده بود طیب و طاهر میگفتن و تقریبا 2 تا پسر تقریبا برای ایشون آوردن که خداوند این چنین نکرد که این فرزندان برای پیامبر خدا بمونن. 2 پسر و 4 دختر، قاسم و عبدالله که به همین سبب پیامبر میگفتن ابوالقاسم، این 2 تا از دنیا رفتن در همون سنین پایین و فاطمه و ام کلثوم و زینب و رقیه هم که دختران پیامبر بودن و 1 پسر هم پیامبر از ابراهیم ماریه قبطیه داره که اون هم میمیره در همون سنین کوچیکی. جالب اینه که دختران پیامبر صلی الله علیه وسلم همگی در زمان حیات پیامبر مردن جز حضرت فاطمه رضی الله عنها که ایشون هم 6 ماه بعد از فوت پیامبر از این دنیا رفت و به پیامبر ملحق شد که میدونید حضرت فاطمه هم همسر حضرت علی ابن ابی طالب هست و اینو خب بارها و بارها شنیدید. تا همینجا داستان داشته باشید. قسمت 3 داستان رو که در مورد ام المؤمنین خدیجه است در جلسه بعد با هم خواهیم خوند. خدایا رو نگهدارتون.